سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. برای بار چندم امروز قراره که پارت سوم رو داشته باشیم از آموزش ویژگی‌های متن پست سایت در فریمورک نکست. امروز قراره بچه‌ها راجع به رنگ‌ها صحبت بکنیم. به همون اندازه‌ای که اندازه متن مهمه، فونت مهمه، اسپیس مهمه، نمیدونم فاصله خطا مهمه و انواع مختلف انواع چیزهای دیگه، رنگ‌ها هم بسیار مهم و حائز اهمیتن، چرا که تاثیرگذار روی مغز آدم‌ها هستن. خب بچه‌ها، من متن پست‌های سایتم رو رنگ سرمه‌ای تیره انتخاب کردم، حالا به خاطر اینکه به نظرم اینطوری بهتر بود، ولی شما میتونید هر چیزی که دوست دارید انتخاب کنید. به این سبک رنگ‌ها بچه‌ها میگن رنگ‌های سفارشی. رنگ‌های سفارشی توی فریمورک نکست از مدل‌های دیگه رنگ‌ها خیلی خطاشون کمتره و تقریبا میشه که اصلا خطا نداره. اونا پیش میاد که شما مینویسینشون براتون کار نکنن، رنگو براتون اجرا نکنن، ولی رنگ‌های سفارشی اصلا همچین اتفاقی براشون نمیفته. قانونش هم اینه که شما میان یه تکست میذاری، بعد یه منها، این آندرلاین نیست، حتما باید منها رو بذارین، بعد بیاین به قولی اینا چی بودن اسمشون و بعد بیاید این دوتا رو باز بکنید و داخلش هشتگ بزنید و حالا انواع مختلف رنگ‌ها رو. حالا برای آسان‌تر شدنش بچه‌ها شما میتونید مثلا یه جا متن رو نوشتین بیاین کپیش بکنید، بعد بزنید روی این قسمت و رنگ رو حالا به صورت دلخواه بر خودتون تغییرش بدید. مثلا میتونید اینجا صورتیش بکنید و میبینید که رنگ اینجا براتون صورتی میشه. حالا تیره ترش میکنید، میبینید تیره تر میشه. سبزش میکنین، روشن میشه و حالا مدل های دیگه. بعدش هم کنترل اس رو میزنید و براتون سیو میشه و سریع همون موقع توی سایت براتون اجرا میشه. بچه از ویژگی های فریمورک نکست دیگه فکر کنم بدونین اینه که سرعت لود شدنش خیلی بالاست و کلا سرعتش توی گوگل و اینها هم خیلی سریعه. یعنی کاربر که میزنه روی سایت شما با سرعت خیلی زیادی براش آپلود میکنه و دیگه اعصابش رو خورد نمیکنه و خیلی آسون بالا میاد و همین. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.